السلام و علیکم. علیکم السلام. انصاری صاحب خوب هستی؟ حضرت بخیر قاضی خیرتی؟ صاحب شیال چه شکر احوال؟ فضل خدا. خیرتی خودت خوب هستی؟ هستی؟ جور هستی بخیر انشالله؟ آمدی؟ بخیر هستی؟ زنده باشی، خودت بخیر باشی. ماشاءالله در هر جای هستی. والا در هر ویدیو هستی خلاصه. ما خو یک آدمی کفخوش میله استیم. خوش میلی آه سیاد. صاحب، بسیار خوب. کجایی که اندی والا باشم ما اونجا موجود هستیم. معلومات که این منطقه این کجا منطقه است؟ این منطقه دشتی قرباتور است، مربوط به لایقه میشه دیگه. این منطقه رو لایقه میگویه. لایقه میگه. بله یک نشان بدیم به دوستا. یعنی شما سعی گپایتان کنید شما. بزنید. این دیگه بسیار منطقه خوب است دیگه، علف خوبم داره، مردمای این مالدار و علفچر است دیگه. بله بله علفچر است. علفچر دولتی. بله 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 به بله مردم. با مردم. بسیار خوب. بله و در فصل بهار که ما فعلا قرار داریم ما شما، بله این مردم به خاطر میله آمدن دیگه. به خاطر میله آمدن دیگه. یعنی امروز به خاطر پروگرام ها چی است؟ پروگرام هم است. یک تعداد میهمانای ما آمدن از طرفی از ولایت قندوز و ولسوالی علی آباد که هر کدامش یعنی میهمانا است که میبینی که اندی والا از دیگه آمدن به میجا به خاطر میله که تفخوشی کنن، ساعت خود تیر کنن دیگه. ما هم آمدیم به قبض از اینا که ماشاءالله یک و پروگرام نان و یگان فوتبال نان آشپز است که خان محمد بای است که مسئولش امو است. مسئولش امو است دیگه. اون میبینی شما با چشم سر مشاهده کرده رسید که انا او ما تا کد ولی دیگه میکشم بار میکنه دیگه، شروع میکنه به خیر دیگه. دیگه بچه‌ها میله میکنه میگردن، تب خوشی میکنن، بهار است. تشکر. تشکر از شما. بخیر باشید. سلام علیکم.